کودکی که به تلویزیون مبادل گشته بود و واقعه تاثیرناکی که این کودک همه را به گریه آورد. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم که اگر معلوم نشود در زیر ویدیو لایک کنید و این نوار را تا آخر خوب تماشا کنید. مکتب هم آغاز شد و خوانندگان درسهایشان را شروع نمودند. معلمه برای انشا نوشتن یک موضوع داد و این موضوع چنین بود: برای خودتان از خدا چی میخواستید؟ و همین موضوع را وظیفه خانگی داد. همه برای وظیفه را اجرا کردن کارشان را آغاز کردند و بعد انشا را نوشتن پس به معلمه سپریدند. شب هم فرا رسید. معلمه وقت انشا را یک به یک از نظر میگذرانید. یک انشای دقت معلمه را جلب کرد. وقتی او را میخواند دل و جگرش آب شد، از چشمانش اشک میریخت. در همین وقت به خانه شوهر معلمه در آمد. گریه کردن زنش را دید و حیران شد و پرسید: با تو چی شد؟ تنجی است؟ چرا گریه میکنی؟ زن به شوهرش گفت: این را خوانید و انشا را به دست شوهرش دراز کرد. شوهر معلمه خواند. در انشا چنین نوشته بود: کودک نوشته بود که پروردگارا، امروز از تو یک چیز را به زاری پرسیده ایستادم. از تو التماس من را به تلویزیون مبدل بگردان. میخواهم که جای تلویزیون را خانه امان را بگیرم و به جایش خودم تلویزیون شوم. من هم در خانه علاهیده شده عائله‌ام را در گرد و اطرافم جمع کنم. وقتی گپ میزنم گپهایم را نبرند و به چیزهای بی اهمیت و نادرکاری باور کنند. اگر من را به تلویزیون مبدل بگردانی، پدرم از کار خسته شده آید هم به خستگیش نگاه نکرده در بر من می شدند. اگر من را به تلویزیون مبدل بگردانی، مادرم خفه شده هم تنها ماند، من را تنها نمی گذاشتند. کاش میشد پدر و مادرم همه ای وقت های خود را نگذارند هم کمی با من وقت جدا کرده همراه هم می بودند. پروردگارم، شاید بسیار چیز خواستم، اما از صدق دل خواهش میکنم التماس من را به تلویزیون مبدل بگردان. وقتی شوهر معلمه این نوشته ها را خوانده داد زد و گفت: کودکی بیچاره حقیقت را نوشته است. آنها چگونه پدر و مادر بوده اند که حتی برای فرزندش وقت جدا نکرده اند. بله، از پدر و مادر خواهش میکنیم که برای فرزندان خود وقت جدا کنند تا به چنین حالت دلشکستگی در فرزندهایشان صادر نشود و خودشان سرگردان نشوند. خب دوستان عزیز، از شما خواهش میکنم نوارهای ما را با دقت گوش کنید و بعداً فکرهای خود را نویسید، زیرا هر آن چیزی که من می نویسم و نقل می کنم اینها همه حقیقت دارند و از شبکه های اجتماعی با زبان تاجیکی ترجمه کرده و بعداً به شما نقل می کنم. خدا نگهبان.